عرض سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. امروز میخوام که آموزش سنگ مصنوعی رو به صورت کامل بهتون آموزش بدم در کنار رودخانه زیبای مارون. در این لوکیشن زیبا امروز میخوام سنگ مصنوعی رو به صورت کامل بهتون آموزش بدم. مهمترین چیز برای سنگ مصنوعی پودر هنری هست که امروز ما از پودر هنری آلفا پلاس استفاده میکنیم. این پودر رو میتونید از فروشگاه‌های لوازم هنری تهیه کنید. دومین چیز قالب هست. قالب‌های سنگ مصنوعی انواع مختلفی دارن که بهترین و مقاومترینشون و راحتترینشون قالب سیلیکونی است. قالب‌های تلقی هم هست که من توصیه نمی کنم، ولی اگه برای شروع میخوان از قالب تلقی هم استفاده کنید مشکلی نداره. این قالب ها رو هم میتونید از فروشگاه هایی که مناسب هستن تهیه کنید که انواع مختلفی دارن. مثلا این قالب وارداتیه ولی این قالب دستسازه و کیفیت و دوام بیشتری داره. و از رنگ های پودری هست که میتونید استفاده کنید، از فروشگاه میتونید تهیه کنید که ما امروز رنگ آبی رو میخوایم استفاده کنیم. همچنین نیاز به یک کاسه و یک ظرفی که مواد رو در اون مخلوط کنیم و یک قاشق یا یک چیزی که مواد رو باهاش هم بزنیم. خب میخوایم و همچنین به یک ترازو نیاز داریم که میتونید از ترازوهای آشپزخونه یا هر ترازوی دیگه استفاده کنید که ما امروز از این ترازو استفاده میکنیم. آموزش اول اینه که ما بفهمیم که برای اینکه این قالب پر بشه به چقدر پودر هنری نیاز داریم، یعنی چه مقدار پودر این قالب ما رو پر میکنه که نه کم بیاد و نه زیاد. یه فرمول داره که همینجا بهتون میگم که یک بار استفاده کنید دیگه میزان ظرفیت این قالب رو میتونید به دست بیارید. اولین کار شما باید یک ترازو بیارید، قالب رو روش بذارید و صفرش کنید. صفر میشه. وقتی که صفر شد قالبمون رو پر از آب میکنیم. وقتی پر شد یک وزنی به دست میاد که اینجا 231 گرمه. شما این 231 گرم رو ضرب در 1.9 میکنید که من بهتون میگم فرمولش اینه که مقدار وزنی که به دست میاد رو ضرب در 1.9 میکنیم، مقدار پودر مورد نیاز ما به دست میاد که ما اگه اون مقدار پودر استفاده کنیم قالبمون نه کم میاد نه زیاد. طبق محاسبات انجام شده ما به 438.9 یا 439 گرم پودر نیاز داریم که این مقدار رو ضرب در 30% کردیم و 131 گرم هم آب نیاز داریم. خب میریم سراغ وضع کردن مواد. ظرف رو میذاریم، حتما باید صفر باشه، یعنی حتما باید این ظرف رو صفر کنیم که ترازو به ما صفر نشون بده و وزن ظرف کم بشه از وزن کل.
خب الان 0 شد. ما مقدار 439 گرم از این پودر رو بهش اضافه میکنیم. به ترازو هم نگاه میکنیم که چقدر نیازه. خب این اندازه 439 گرم پودر ما شد. خب میتونیم اینجا آب رو جداگانه وصل کنیم و میتونیم همینجا اینو صفر کنیم. خب و اندازه 131 گرم آب بهش اضافه کنیم. آب رو کم کم اضافه میکنیم. و این هم 130 گرم آب. خب ترازو رو بر می‌داریم و شروع میکنیم به هم زدن مواد. اولش که هم میزنید احساس میشه که مقدار آبش کمه. الان متوجه خواهید شد که مقدار آبش کمه، ولی شما به هم زدنتون ادامه میدین. قشنگ هم میزنید تا مواد یک دست بشن. اولش شاید گلوله بشه ولی ایرادی نداره و شما بعد از هم زدن یک ماده یک دست و روون به دست میارید. من چون با یک دست هم میزنم یکم سخته چون امکانات نداریم و من گوشی با دست گرفتم. اولش سفت و گلوله میشه، ایرادی نداره. شما هم میزنید محکم. به هیچ وجه بهش آب اضافه نکنید.
اینجا میتونید از رنگ‌های پودریتون استفاده کنید، مقداری بریزید و همش بزنید. هر چقدر که بیشتر هم بزنید، این الان به صورت رگه داره و شما هر چقدر بیشتر هم بزنید رگه هاش کمتر میشه. حالا میخوایم اینو بریزیم داخل قالب. قالبتون حتما باید یه جای صاف باشه و به صورت سوزنی از بالا به قالب اضافه میکنیم. میبینید که و حالا ویبرش میدیم با دست تا جایی که میتونیم ویبره. این چون جای صاف نیست مشکلی نداره، هر چقدر اضافه اومده از قالب خارج میکنیم. این حتما باید یک جای صاف بذاریم. ما میبریم و